کفریات آخوند قزوینی. آقا امیرالمؤمنین در نتیجه آورد شیعیانی که ما را یاری میکنن، در شادی ما شاد، در دوران حزن ما اندوهگین هستند، با مال و جانشان ما را یاری میکنن، نتیجه اولئک منا، اینها از ما هستند، همونطوری که از سلمانو منا اهل البیت، اولئک منا و الینا، و کارشون هم به عهده ما هست، هم در دنیا هم در آخرت. گرفتار میشن، ما را صدا میکنن، ما هم به صدای اونها پاسخ میدهیم. فردای قیامت در عرصات محشر مشکلاتی که پیدا میکنن، چشم امیدشون به ما هست، ما هم اونها را یاری میکنیم، ما هم اونها را شفاعت میکنیم. بینندگان عزیز، این آخوند رافضی در کمتر از 1 دقیقه مرتکب 4 شرک و کفر گردید که اینک با استناد به آیات قرآنی پاسخ می دهیم. و کارشون هم به عهده ما هست، هم در دنیا هم در آخرت. الله متعال درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ای رسول الله، هیچ کاری در دست تو نیست. الله یا توبه آنها را میپذیرد و یا آنها را عذاب میدهد، زیرا آنان ستمکارند. و نیز میفرماید: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. و کسانی را طرد مکن که سحرگاهان و شامگاهان پروردگارشان را به فریاد میخوانند، در حالی که رضایت و خوشنودی او را میطلبند. از حساب ایشان چیزی بر عهده تو نیست. هنگامی که الله متعال پیامبر خود را در امور حساب و کتاب بندگان هیچ کاری می‌داند، آیا جایگاه علی رضی الله عنه از پیامبرمان بالاتر است که حساب بندگان در اختیار ایشان باشد؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. به یقین بازگشت آنان به سوی ماست، آنگاه حساب ایشان با ما خواهد بود. گرفتار میشن، ما را صدا میکنن، ما هم به صدای اونها پاسخ میدهیم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. همانا کسانی را که به جای الله می‌خوانید بندگانی مانند شما هستند، پس آنها را بخوانید و باید شما را اجابت کنند اگر راست میگویید. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. این است الله پروردگار شما، فرمان روایی او راست و کسانی را که به جای او به فریاد می‌خوانید حتی مالکیت پوست هسته خرمایی را ندارند. اگر آنها را به فریاد بخوانید صدای شما را نمیشنوند و اگر به فرض محال بشنوند توانایی پاسخگویی شما را ندارند و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و هیچ کس همچون الله آگاه تو را با خبر نمی سازد.
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا کسانی که شما می‌خوانید بهترند یا پروردگاری که به فریاد درمانده می‌رسد هرگاه که او را به کمک بخواند و سختی‌ها را دور می‌کند، شما را در زمین جانشین می‌سازد؟ آیا با الله معبود به حقی هست؟ شما بسیار کم پند می‌پذیرید. فردای قیامت در عرصات محشر مشکلاتی که پیدا می‌کنن چشم امیدشون به ما هست، ما هم اونها را یاری می‌کنیم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و کیست گمراهتر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعاهایشان بیخبرند و هنگامی که مردم گرد آورده شوند دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان را منکر می شوند و نمی پذیرند. یا ایها الذین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید قبل از این که روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی هست و نه دوستی و نه سفارشی. کافران ستمکارانند. ما هم اونها را شفاعت میکنیم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. و اینان غیر از الله چیزهایی را می‌پرستند که به آنان زیانی نمی‌رسانند و سودی به آنان نمی‌بخشند و می‌گویند اینها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند. بگو آیا الله را به آنچه که در آسمان‌ها و زمین نمی‌داند خبر می‌دهید؟ او پاک و فراتر است از چیزهایی که با وی شریک می‌سازند. قضاوت با شماست. oh